سلام، من اسما زیباییم و قراره با همدیگه بریم سراغ دنیای واقعی زیبایی. توی این ویدیو قراره یکی از مهمترین پایه‌های روتین پوستی رو بهتون بگم، یعنی تشخیص نوع پوست. خیلی وقتا ممکنه یه محصول خیلی خوبی بخریم، یعنی یه برند خیلی معتبر و کلی هم هزینه بدیم، حالا چه آرایشی چه مراقبتی، ولی اون نتیجه‌ای که می‌خوایم رو بهمون نمیده. یکی از دلایلش میتونه انتخاب اشتباه محصول باشه، چون ما نتونستیم پوستمون رو به درستی تشخیص بدیم. بیاین بهتون بگم ما چند نوع پوست داریم و اصلا چجوری باید تشخیصشون بدیم. ما 4 نوع پوست داریم: پوست خشک، پوست چرب، پوست مختلط و پوست نرمال. پوست خشک اینطوری که احساس خشکی و کشش داری، حس زبری میکنی. اگر خیلی درصد خشکیت بالا باشه ممکنه تو پوسته بشه یا حتی چین و چروک رو پوستت بیفته. بعد از اینکه پوستتو میشوری نیاز سریع به استفاده آبرسان و مرطوب کننده داری. توی روتین پوست خشک حتما باید آبرسان و مرطوب کننده استفاده بشه. میریم سراغ پوست چرب. پوست چرب در حالت عادی بدون که کرم خاصی بزنین براقه. اکثر منافذ باز و درشت دارن. مستعد جوشن. حتما باید توی روتین پوستیشون از محصولات کنترل چربی استفاده کنن. سومین پوست مختلطه، یعنی پوستی که یه سری جاهاش خشکه یه سری جاهاش چربه. مثلا میتونه پیشونی و بینی و حتی چونه براق باشه، یعنی چرب باشه و گونه ها خشک باشن یا نرمال. آبرسان که حتما لازم داره و برای قسمتایی که چربه باید محصولات کنترل چربی استفاده کنه. 4مین پوست نرماله، یعنی نه خیلی خشکه نه خیلی چربه. یه جورایی میتونم بهتون بگم این ویژگی که تا الان گفتیم و هیچ کدومو نداره. جوش یا حساسیت خاصی هم نداره. اگر پوستت نرماله بهت تبریک میگم، چون تو بهترین نوع پوستا داری. اگر هنوزم متوجه نشدی نوع پوستت چیه، اصلا نگران نباش، چون میخوام بهت بگم که چطوری تشخیصش بدی. نیم ساعت تا 1 ساعت هیچی به پوستت نزن، نه آبرسان، نه ضد آفتاب، نه مرطوب کننده و نه هیچ سرم پوستی دیگه ای. ببین پوستت چه حسی داره. اگر حس خشکی کردی، خشک شد، پوسته شد، یا حس کشش داشتی، پوستت خشکه. اگر دیدی صورتت برق افتاد و انگار چربه و کثیفه و باید دوباره بشوریش، یعنی پوستت چربه. اگه بعضی جاها براق بود و بعضی جاها حس خشکی داشتی یا کلا اون قسمت‌ها حسی نداشتی، پوستت مختلطه. اگر هیچ کدوم از این حالت‌ها رو نداشتی، یعنی همه چی نرماله و پوستت هم نرماله. توی ویدیوهای بعدی میخوام روتین پوستی برای تک تک این پوستا بگم و کلی محصول خوب بهتون معرفی بکنم. پس حتما کانالمو سابسکرایب کنین و برام بنویسین که نوع پوستتون چیه. تو ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.